الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید الکیس انسان عقلمند، انسان زیرک، انسان دانا، من کسی است دان نفسه، نفسش را تابعش قرار داده، تابع چیزش، تابع دینش، و عمل لما بعد الموت، و برای زندگی بعد از مرگش آمادگی میگیره، عملی انجام میده تا بعد زندگی بعد از مرگش کارش بیاید. بنانی چه قسم انسانی هست؟ انسانی که نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، حج میکنه، صدقه میده، همکاری میکنه، اخلاق نیک میکنه، چون میدونه که دنیا زندگیش یا 40 سال یا 50 سال یا 10 سال یا 60 سال یا 70 سال عمقه هست و بعد از این انسان میمره، بعد مردن دوباره زنده میشه و او زندگی همیشه و جاودان هست. بنان یک دقیقه اینجا میلیاردها سال بعد از مرگ سرنوشت ساز یا انسان را میلیاردها سال کامیاب جاودان میگردونه یا میلیاردها سالش با تباه و برباد میکنه. از جهت هر عملی که انجام میتیم او اگر دین هست، اگر بیدینی هست او را خود ندانیم، دین هم هست او را انتهای کامیابی بدانیم، اگر کدام عمل بیدینی هم هست او را نهایت مهلک بدانیم که خدای ناخواسته نشود به خاطر نمی اشتباه اندکمه الله ناراض شده همیشه زندگی تباه و برباد شد. بنان الکیس عقلمند من کسی هست دان نفسه تابع دینش قرار میده، خواهشاتش را، و عمل لما بعد الموت، و برای زندگی بعد مرگ عمل را انجام میده. والعاجز انسان بیعقل، انسان کودن، انسان احمق، من کی است اتبع نفسه هواها، کسی است که نفسش در پی خواهشاتش قرار داده، هر چه خواهشات میگه بمو رفتار میکنه، کباب میگه کباب میخوره، شراب میگه شراب میخوره، زنا میگه زنا میکنه، لواط میگه لواطت میکنه، و میله میگه میله میکنه، نماز نخوان نماز نمیخونه، خو بگو خو میکنه. هر چی که نفس میگه در پی نفس است، هر چی خواهشات میگه سیالداری میکنه و رواجی میکنه و ریاکاری میکنه. این احمق ترین انسان دنیا می است. و تمنا علی الله، باز آرزوهای دیگه سر خدا هم داره، یعنی هر چی که خواهشات میگه طبق از عمل میکنه، به دین عمل نمیکنه، باز آرزوی دیگه هم داره که من جنت الفردوس میخوام، جنت الاعلی میخوام، که میخوام طرف راست بهشت میخوام، طرف راست عرش خداوند جل و جلاله. این احمق ترین انسان. اول به جنت تو اعمال انجام بده، با درخواست جنت بکن، اعمال عمل جهنمی و درخواست جنتی. جو کاری دو گندم میخوایی، گندم کاری دو برنج میخوایی، این حماقت سی عقلمندی نیست. جو رویت گندم ز گندم رویت جو همطوری از با شاعر شماست دیگه، شعر ختم با زیاد بلازی. بنان اگر میخوایی جنت، عمل جنتی، عمل دوزخی بکو، درخواست بهشتی امکان نداره. این انسان احمق انسان است. مثل که اگر انسان پودر بکشه با بگه مرا مولوی سیب بگه، یک انسان چرسی باشه با بگه که مرا مردم میرسه بگه، چرسی مردم میگه، دزد میگه، انسان دزدی میکنه با بگه که مرا بزرگ بگه. اینطوری نمیشه. دزد هست ولو که نامش سرش خیلی بد میخوره، دزد بگه خفه میشه. و یعنی هر کی هر چی میکنه به مقتضای از امیدوار بوده باشه. خلاص المؤمن حدیث بعد